حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفه پنجم راشد میگوید من لم یعد کلامه من عمله کثرت خطایاه. یعنی اگر نفر سخنش را از جمله اعمالش نشمارد، خطای چنین شخص بسیار می شود، بسیار می باشد. چرا؟ چون که بنده گاه از بس که سخن چیزی عادی است فکر می کند که عمل یعنی کارهای گناه، عملهایی که به دست و پا انجام می دهد. بعضا دقت نمی کند که از زبانش سخنهای ناجا، سخنهای اشتباه، سخنهای گناه سر می زند. بنابراین این امام بزرگوار می گوید بنده می باید سخنش را نیز از جمله عملهایش پندارد و شمارد و چنین هم هست. بلکه از خطرناکترین، از جدیترین نوع اعمال بنده این اعمالی است که از زبان سر می زند، حاصل سخن او و چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر گفتند اکثر مردم را به دوزخ این زبانهایشان میبرد. بنابراین میباید بنده احساس کند و این معنا در ذهنش دائم حاضر باشد که سخن او نیز عملی اوست و ثبت میگردد و جوابگری دارد. در حفظ و امان خداوند باشد.